رئیس جمهور افزایش تعاملات با تاجیکستان در حوزه کشاورزی، صنعت، تجارت و حمل و نقل را از جمله برنامه‌های سفر به تاجیکستان برشمرد و تصریح کرد. توسعه روابط در قالب امضای اسناد با کشور دوست و همزمان تاجیکستان صورت می‌گیرد. طبیعتاً داریم تلاش می‌کنیم که روابطمون رو با همسایگانمون هرچه بیشتر عمیق‌تر کنیم. کارهایی که با کشور همزبان ما هم از نظر فرهنگی هم از نظر تاریخی تاجیکستان خواهیم داشت، صنعت‌های متعددی است در رابطه با کشاورزی، آب، صنعت، تجارت و حمل و نقلی که وجود داره و معدن. در زمینه‌های مختلف گفتگوهایی خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد این ارتباطات رو عمیق‌تر بکنیم. از نظر علمی و فرهنگی هم قرار اسنادی رو امضا بکنیم. رئیس جمهور کشورمان به منظور دیدار رسمی دوجانبه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وارد دوشنبه شد. آقای پزشکیان با حضور در مجتمع آشتی ملی این کشور در شهر دوشنبه به تندیس شاه اسماعیل سامانی ادای احترام کرد. رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار با سران تاجیکستان چند سند همکاری مشترک نیز به امضا خواهد رساند. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.